سلام بچه‌ها، بیایم با هم دیگه موهامون رو رنگ کنیم. من از رنگ آبی با یه مقدار سفر استفاده کردم، ولی خب میتونید نزنید. اینجا مامانم من گفت داری بکر فکر نمی‌کردم از ویدیو حمایت کنید. واقعا جا خوردم، خیلی خوشتون اومد. ممنونم. یه ذره موهاتون باید نمدار باشه واسه این ترکیب. حالا هر ترکیب دیگه خاصی ندارم. من دارم تیکه جدا کردم و زدم با موهام رنگو زدم که مطمئن بشم به همه جا رنگ رسیده. حالا اینجا مکس بهش دادم. هر چقدر رنگ مو بیشتر بمونه تیره تر میشه و با شستشو قشنگتر و روشن‌تر میشه. رنگ آبی رو نگاه کنید. به به بچه‌ها، چون موهام خیلی آسیب دیده از بوتاکس میزنم. تو کامنت ها بهم بگین رنگ بعدی چه رنگی باشه. اگه دوست داشتین چنل منم سابسکرایب کنید.